سلام دوستان، خوشحالم که باهاتونم. امروز میخوام جمله‌ای بهتون بگم که اشتباهی که کردید رو درست میکنه. همه ما آدمی زادیم، اشتباه میکنیم. یه حرف اشتباهی میزنیم، یه نگاه اشتباهی میکنیم، یه زبان بدن اشتباه، 1000 تا خطا ممکنه ازمون سر بزنه. بزرگترین ویژگی انسان خطاکار بودنشه. موضوع خطا خیلی گسترده است. مثلا فرد میگه من منظورم این نبود. سوء تفاهم شد، یا با عشقم و خواهرش رفته بودیم بیرون، یه شوخی کردم، خواهرش به دل گرفت و ناراحت شد، در صورتی که من فقط شوخی کردم، منظوری نداشتم. یه سری آدما هستن دوستان، خیلی حساسن. یه حرکت اشتباه، یه جمله اشتباه سریع بهشون برمیخوره. سر و کار داشتن با این آدما خیلی سخته. خیلی باید پیششون مواظب باشی که نکنه بهشون بر بخوره. یه جمله میخوای بگی، باید اول کلی فکر کنی که بگم یا نگم. نکنه بهش بر بخوره. نکنه پام رو بندازم رو پام. فکر کنه بی احترامی میکنم. سمت دیگر رو نگاه کنم، میگه چرا به من نگاه نمی کنی؟ بهش بر میخوره. به گوشیت نگاه کنی، میگه چرا به من توجه نکردی؟ بعضیا دنبال ایراد گرفتنن که مثل عقرب نیش بزنن. میگن باید اینطوری می بود اما تو اینطوری کردی. اینا آدمایی هستن که زود بهشون بر میخوره و مدام شما رو قضاوت میکنن. اگه کسی هست که دوستش دارید و میخواید اشتباهتون رو با یه جمله درست کنید، حالا 1000 مدل خطا هست. نمیدونم خطاتون چیه، اما این جمله‌ای که میگم میتونه توی طرف مقابلتون خیلی تأثیر بذاره. طرف میگه یه خطایی کردم اما نمیخوام، رابطمون از هم بپاشه، چی کار کنم؟ هزاران نفر هستن که این مشکل رو دارن. در ضمن دوستان لایک کنید اگه مفید بود، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو بزنید که من ویدیو میذارم بیاید. برای دوستانتونم بفرستید که به دردشون میخوره. حالا این جمله افسانه‌ای که میخوام بهتون بگم چیه؟ اینه: به خوشبختی که با تو دارم زیاد عادت ندارم. یه خطای ناشیانه‌ای کردم اما سریع متوجه شدم که چه خطای احمقانه‌ای کردم. اگه بخوای رابطه رو تموم کنیم، به خواستت احترام میذارم. دارم به این فکر میکنم که میتونیم یه فرصت دیگه به هم بدیم. همین. این جمله خیلی شیک و مجلسی قضیه رو جمع میکنه. کسایی که منو دنبال میکنن میدونن من کش دادن رو دوست ندارم. لازم نیست یه تومار بنویسید بفرستید. شعری و ادبیاتی کنید قضیه رو. توی رابطه نیاز به همچین کارایی نیست. ذاتاً مردا جملات خیلی طولانی رو نمیخونن. خانوما تومار مینویسن میفرستن، بعدش هم که مرد نمیخونه ناراحت میشن. خلاصه کردن خیلی چیز خوبیه. وقتی میگید به خوشبختی که با تو دارم زیاد عادت ندارم، یعنی من قبلا همچین رابطه‌ای نداشتم. خلاصه هیچ کس مثل تو نمیشه. یه خطای ناشیانه کردم، یعنی قبول میکنم که اشتباه کردم، همه اشتباه میکنن. بعد میگی تصمیم با توه. اینجاش خیلی مهمه. توجه کنید دوستان، وقتی تصمیم رو به عهده یه آدم میذارید، اون آدم همیشه 2 بار فکر میکنه، بیشتر فکر میکنه. اما اگه بگید بیا با هم تصمیم بگیریم، میگه چه تصمیمی؟ من تصمیممو گرفتم. روانشناسی مغز انسان اینه، متوجهید؟ اما وقتی میگید بخوای رابطه رو تموم کنی احترام میذارم، تصمیمو میندازید گردن اون. از طرفی هم منت طرفو نمیکشید. میخوای بخواه، میخوای نخواه. به قول اون ضرب المثله بدو تا دنبالت بیفتن. بعد که میگید دارم به این فکر میکنم که یه فرصت دیگه به هم دیگه بدیم، کنار در رو باز میذارید که طرف اگه خواست بیاد تو. با این جملات اولا کوتاه صحبت میکنیم، کش نمیدیم. دوما کنترلو میذاریم بر عهده اون طرف. سوما میگیم احساستو میفهمم. 4 یادآوری میکنیم که هر آدمی میتونه اشتباه کنه. اون آدمم خودش 1000 تا اشتباه داره. اصلا فکر کنید همیشه تلاش کنی عالی باشی، مثل ربات. خودتون رو رها کنید دوستان. همه تلاش میکنن توی همه زمینه‌ها عالی باشن. مثلا میخوام برم ماست بخرم، وای باید آرایش کنم، تیپ نزدم. آدم باید یکم خودش رو رها کنه تا از زندگی لذت ببره.
و در نهایت پیامی که این جمله داره اینه که این رابطه خوبیه. الکی از بین نبریمش. حالا وقتی شما این پیامو فرستادید دیگه کار با طرف مقابله. اینکه تفکر اون آدم چیه؟ احساسش به شما چیه؟ چقدر بهش برخورده از خطایی که کردید؟ چون بعضی آدما انقدر بهشون برمیخوره که شما هرچی هم بهش بگید درک نمیکنه، قبول نمیکنه. چرا؟ چون مشکل و تراما داره از قبل. توی فکر خودش رابطه رو تموم کرده. توی این شرایط خودتون رو خسته نکنید. بعضی خانوما هستن زنگ میزنن، پیام میدن، کلی کار میکنن، بعد میگن دیگه چی کار کنم؟ دیگه میخوای چی کار کنی؟ طرف نمیفهمه. ببخشید حالا شما توی گوش خر هی یاسین بخون. نمیفهمه طرف. میخوای بری پیشش گریه کنی؟ خودتو کوچیک نشون نده. خودتو تحقیر نکن. بعضی خانوما اینطوری ان دوستان. نیاز نیست مثل برده بیفتی دنبالش. حرفاتو میزنی، خطات رو قبول میکنی، بعد میکشی عقب. فراتر از این وجود نداره. نیاز نیست بال بزنی. دوستان زیادی بودن که از پیام‌هایی که اینجا بهشون گفتم نتیجه گرفتن. فعلا تا ویدیوی بعد.